در پی نشر شکایت چندین مسافران توسط رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره حق‌ستانی در گذرگاه فاتح آباد بین تاجیکستان و ازبکستان از جانب رئاست خشونت‌های سرحدی، رهبران مرزبانی این گذرگاه را عوض کردند. هفته گذشته به سمت سردار قسم سرحدبانی گذرگاه فاتح آباد سرهنگ بایمراد عبدالحمیدوف تعیین شده است. در این باره یک منبع باوربخش از این نهاد اطلاع داد و افزود و تا این دم در گذرگاه گلستان شهر اسفره که هممرز با قرقیزستان است کار میکرد. همچنین با او دو معاون دیگر نیز نو به کار شروع کردند. قبلا در وظیفه سردار قسم سرحدبانی گذرگاه فاتح آباد عالم ستاروف کار میکرد و حالا معلوم نیست که سبب برکناریش چیست. روز 28 ایول رادیو آزادی از گذرگاه فاتح آباد گزارش داد که صدها نفر در مرز تاجیکستان و ازبکستان جمع آمده خواهان گذشتن از سرحد هستند، ولی به ادعای بعضی از خواهشمندان عبور سرحد از آنها برای گذشتن حق طلب می شود. هرچند مسئولان گذرگاه یا ریاست سرحدبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان هنوز در این باره واکنش نکردند، ولی مسئولان ریاست آژانسی ضد فساد در سوخت میگویند پس از گزارش رادیو آزادی گروه را برای تحقیق حق‌ستانی در گذرگاه‌های مرزی فرستادند. شرف عوض‌زاده سردار این ریاست هفته گذشته در نشست خبریش به روزنامه‌نگاران گفت: یک هفته شد در همین سام کار میکنم باور کنید باز میگم متاسفانه شهروندانی که در همین خودی مرز سوداگان ما خواهش میکنیم التماس میکنیم همراه با کارمندان ما همکاری کنیم، بسیاری ها همکاری کردن دست میکشن. برای این حالت ما اسکول کردن نسبت نفرایی که گفتیم قرار قبول کردن ما غیر امکان. شرف عوض‌زاده سردار ریاست آژانسی ضد فساد در سوخت میگوید در 6 ماه اول امسال به این مضمون تنها یک عریضه گرفتند که بنابر نبودن نام مؤلف بررسی نگردید. از این پیش چندین کاربر سامانه نیز درباره مشکل گذشتن از سرحد تاجیکستان شکایت کرده بودند. آنها گفتند هنگام رفتن به روسیه یا برگشتن از آنجا عبور مرز ازبکستان آسان است، ولی در سرحد تاجیکستان بند میمانند. بنابر بلند بودن نرخ بلیط هواپیما در تاجیکستان اکثر مهاجران ماه‌های آخر ازبکستان را همچون کشور ترانزیتی استفاده میبرند. ساکنان امید داشتند پس از سفر شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان به تاجیکستان در ماه ایون امسال گذرگاه‌ها پرره باز شده سفرشان به کشور همسایه آسان می شود. به سبب گسترش بیماری همگیر هنوز گذرگاه‌های سرحدی بستند. بنا به قاعده‌های قبلی آن شهروندان تاجیکستان که اجازه ویژه دارند می توانند توسط راه زمینی به ازبکستان گذرند. راه هوایی به کشور همسایه برای همه باز است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.